سلام و وقت بخیر. به کانال نبض قدرت خوش آمدید. به شما دوستان وعده داده بودیم که یکی از ویدیوهای فرمانده ارشد آمریکا و ناتو ژنرال اسکات میلر، کنار او قدرتمندترین مرد جنوب افغانستان ژنرال عبدالرازق. جلسه تمام می شود. همه برای بدرقه میلر به سمت هلیکوپتر حرکت می کنند. لحظاتی آرام، گفتگوهای کوتاه و ناگهان صدای شلیک. یک محافظ، کسی که قرار بود از آنها محافظت کند، اسلحه‌اش را به سمت مقامات افغان می‌گیرد و آتش می‌کند. چند ثانیه، فقط چند ثانیه و بعد سکوت. ژنرال رازق، قدرتمندترین مرد قندهار، روی زمین افتاده بود. مردی که از 29 حمله ترور جان سالم به در برده بود، این بار نتوانست فرار کند. اما چرا؟ چرا طالبان اینقدر می‌خواستند او را از بین ببرند؟ و چرا پاکستان از او می‌ترسید؟ امروز می‌خواهیم داستان مردی را بگوییم که طالبان او را فرمانده وحشی می‌نامیدند. مردی که آمریکایی‌ها او را میهن پرست می‌دانستند و مردی که مردم قندهار او را قهرمان ملی می‌خواندند. این داستان ژنرال عبدالرازق است. مردی که تاریخ افغانستان را تغییر داد. سال 1979 اسپین بولدک، قندهار، یک پسر به دنیا می آید. نامش عبدالرازق است. از قبیله اچکزی. خانواده‌اش سالیان درازی در مرز افغانستان و پاکستان زندگی کردند. مردانی که هیچ وقت خط دیورند را به رسمیت نشناختند. رازق در کنار پدر و عمویش بزرگ می شود. روزهای آرام، شبهای امن. اما این آرامش دوام نیاورد. سال 1994 طالبان در حال صعود است. آنها از پاکستان وارد افغانستان می شوند و یکی یکی شهرها را فتح می کنند و یک روز به اسپین بولدک می رسند. خانواده اچکزی با طالبان که بیشتر از قبیله نورزی، رقیب سنتی اچکزی بودند، درگیر می شوند و در یک روز سیاه پدر و عموی رازق توسط طالبان کشته می شوند. عمویش را از لوله تانک آویزان کردند. رازق فقط 15 ساله بود. آن روز چیزی در او شکست، یا شاید چیزی در او بیدار شد. انتقام. یک آتش سوزان برای انتقام. و از آن روز به بعد رازق تنها یک هدف داشت: نابودی طالبان و مقابله با پاکستان. نوامبر 2001 طالبان در حال فروپاشی است. آمریکا به افغانستان حمله کرده و طالبان یکی یکی شهرها را ترک می‌کنند. رازق حالا 22 ساله به نیروهای گل شیرزی می‌پیوندد، یکی از فرماندهان محلی که علیه طالبان می‌جنگد. انتقال قدرت در قندهار مسالمت‌آمیز بود. طالبان بدون جنگ تسلیم شدند و فرار کردند. رازق مأمور جوان پلیس مرزی بین قندهار و بلوچستان پاکستان می شود. یک شغل ساده، اما او همانجا ماند، یاد گرفت، قدرت جمع کرد. در این سالها او کنترل کامل بر گذرگاه مرزی اسپین بولدک، یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجاری افغانستان، پیدا کرد و با این کنترل ثروت آمد. میلیون‌ها دلار از کامیون‌هایی که از گذرگاه عبور می‌کردند به جیب او می‌رفت. مقامات آمریکایی بعدها به کنگره اعتراف کردند که دولت افغانستان فقط 1/5 درآمد واقعی این گذرگاه را دریافت می‌کرد. اما رازق فقط به دنبال ثروت نبود، او به دنبال قدرت بود. قدرت برای انتقام. و در سال 2011 فرصتش رسید. خان محمد مجاهد، رئیس پلیس قندهار، در یک حمله انتحاری کشته شد و رازق با حمایت آمریکایی‌ها به جای او منصوب شد. حالا او رئیس پلیس قندهار بود. قدرتمندترین پست امنیتی در جنوب افغانستان و کابوس طالبان شروع شد.
از سال 2011 تا 2018 رازق قندهار را تحت کنترل کامل نگه داشت. باید بدانید که قندهار زادگاه طالبان است، جایی که ملا عمر اولین بار حرکت طالبان را شروع کرد. اگر طالبان نمی توانستند قندهار را کنترل کنند، یعنی شکست خورده بودند و رازق نگذاشت که آنها حتی نزدیک شوند. روش‌های او ساده اما مؤثر بود. او شبکه‌های اطلاعاتی گسترده‌ای ساخت. هر کسی که حتی مشکوک به ارتباط با طالبان بود دستگیر می‌شد، بازجویی می‌شد و اگر لازم بود از بین می‌رفت. او به طالبان هیچ فرصتی نمی‌داد، حتی یک لحظه استراحت. حمله‌های شبانه، عملیات غافلگیرانه و نابودی بیرحمانه. نیویورک تایمز او را مردی که ترس در دل طالبان و دشمنانشان انداخت نامید و طالبان واقعاً از او می‌ترسیدند. اما چرا؟ چون رازق چیزی را داشت که هیچ فرمانده دیگری نداشت: عزم آهنین. او انتقام شخصی می‌گرفت. برای او این فقط یک شغل نبود، این یک مأموریت شخصی بود. طالبان پدر و عمویش را کشته بودند و او قسم خورده بود که هیچ وقت به آنها رحم نکند. و دقیقاً به همین دلیل بود که طالبان می‌دانستند تا زمانی که رازق زنده است، قندهار را نمی‌توانند بگیرند. طالبان می‌دانستند که تنها راه برای تسخیر قندهار کشتن رازق است. و بارها در یک مصاحبه با شبکه تلویزیون افغانستان، رازق گفت: من از 29 سوء قصد جان سالم به در بردم. بیایید برخی از این حملات را ببینیم. سال 2012 یک حمله انتحاری. رازق زخمی شد اما زنده ماند. بمب کنار جاده. خودرویش منفجر شد، باز هم زنده ماند. سال 2017 حمله‌ای که 5 دیپلمات امارات را کشت. رازق در همان جلسه بود اما جان سالم به در برد. هر بار طالبان فکر می‌کردند که این بار او را کشتند، اما هر بار رازق دوباره ظاهر می‌شد، قوی‌تر، عصبانی‌تر. او تبدیل به یک افسانه شده بود، مردی که مرگ نمی‌تواند او را بگیرد. اما طالبان تسلیم نشدند. آنها می‌دانستند که باید راهی پیدا کنند و در نهایت راه را پیدا کردند. اما رازق فقط دشمن طالبان نبود. او دشمن پاکستان هم بود. چرا پاکستان از او می‌ترسید؟ اول، مخالفت با خط دیورند. فقط 4 روز قبل از ترورش، رازق در مصاحبه‌ای گفت: من اجازه نخواهم داد که پاکستان در امتداد خط دیورند حصار کشی کند. او ادامه داد: 2 هفته پیش نیروهای پاکستانی شروع به نصب حصار کردند. اما نیروهای مرزی افغان حصار را برداشتند و جلوی آنها را گرفتند. این برای پاکستان یک اهانت بود. رازق داشت علناً با سیاست‌های پاکستان مخالفت می‌کرد. دوم، افشای حمایت پاکستان از طالبان. در سال 2011 رازق گفت: طالبان در نزدیکی مرز پاکستان اردوگاه‌های آموزشی دارند. آنها نزدیک چشم‌های پلیس پاکستان آموزش می‌بینند و بعد به افغانستان فرستاده می‌شوند. او ادامه داد: پاکستان کاری برای متوقف کردن تروریسم انجام نمی‌دهد. اگر می‌خواهند متوقفش کنند، باید از تولیدش دست بردارند. این حرف‌ها برای پاکستان خط قرمز بود. سوم، کنترل مرز. رازق کنترل کامل بر گذرگاه اسپین بولدک داشت. این یعنی پاکستان نمی‌توانست هرچه می‌خواهد از مرز عبور دهد و برای پاکستان این یک مشکل بزرگ بود. پس پاکستان هم می‌خواست رازق از بین برود و طالبان ابزار مناسبی برای این کار بودند. صبح 18 اکتبر، کاخ فرمانداری قندهار. یک جلسه امنیتی مهم برگزار می شود. ژنرال اسکات میلر، فرمانده ارشد آمریکا و ناتو در افغانستان. ژنرال عبدالرازق، رئیس پلیس قندهار. زلمه ویسا، فرماندار قندهار. ژنرال عبدالمومن، رئیس استخبارات قندهار.
موضوع جلسه امنیت انتخابات پارلمانی که قرار بود 2 روز بعد برگزار شود. جلسه چند ساعت طول کشید. بحث‌ها سازنده بود. همه امیدوار بودند که این بار انتخابات در قندهار بدون حادثه برگزار شود. جلسه تمام شد. ژنرال میلر قرار بود با هلیکوپتر به کابل برگردد. همه به بیرون کاخ رفتند. در انتظار هلیکوپتر ایستادند. گفتگوهای کوتاه، شوخی‌های معمول، لحظاتی آرام. و ناگهان یک محافظه که لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشت، اسلحه‌اش را بیرون کشید. ابتدا فکر کردند که شاید یک تهدید خارجی است، اما بعد او اسلحه را به سمت مقامات افغان نشانه رفت و شروع کرد به شلیک. چند ثانیه، فقط چند ثانیه. ژنرال میلر که مربی نظامی بود، بلافاصله اسلحه‌اش را بیرون کشید. مقامات آمریکایی به سمت پناهگاه دویدند، اما برای مقامات افغان دیگر دیر شده بود. ژنرال رازق با چندین گلوله روی زمین افتاد. ژنرال عبدالمومن رئیس استخبارات نیز کشته شد. والی قندهار به شدت زخمی شد. 3 آمریکایی، 1 سرباز، 1 کارمند و 1 پیمانکار زخمی شدند. مهاجم بلافاصله کشته شد، اما خیلی دیر شده بود. ژنرال رازق، مردی که از 29 حمله ترور جان سالم به در برده بود، در 30مین حمله جان باخت. طالبان بلافاصله مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. سخنگوی طالبان گفت اهداف اصلی حمله ژنرال میلر و فرمانده رازق بودند، اما چیزی در این حمله متفاوت بود. این یک نفوذ کامل بود. مهاجن یک محافظ بود، کسی که مدتها در کاخ فرمانداری کار می‌کرد، کسی که مورد اعتماد بود. طالبان توانسته بودند به قلب دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کنند. این نشان می‌داد که آنها قوی‌تر از آن چیزی هستند که همه فکر می‌کردند. و زمانبندی. فقط 2 روز مانده به انتخابات و درست در لحظه‌ای که آمریکا داشت با طالبان مذاکره می‌کرد. این یک پیام بود. پیامی به دنیا: ما می‌توانیم هر جا که بخواهیم ضربه بزنیم. خبر مرگ رازق مثل یک موج شوک در قندهار پخش شد. مردم نمی توانستند باور کنند. مردی که از 29 حمله جان سالم به در بود، حالا رفته بود. هزاران نفر برای تشییع جنازه اش آمدند. مردم گریه می کردند. عزاداری می کردند. برای بسیاری رازق یک قهرمان ملی بود. مردی که قندهار را امن نگه داشت. اما برای برخی دیگر او یک جنایتکار جنگی بود. مردی که به اسم امنیت انسانها را شکنجه کرد و کشت. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ او را شکنجهگر ارشد قندهار نامیده بود. آنها گزارش‌هایی منتشر کردند که نشان می‌داد تحت نظارت رازق بازداشت شدگان خفگی، له کردن بیضه‌ها، پمپاژ اجباری آب در معده و شوک الکتریکی را تجربه می‌کردند. رازق همه این اتهامات را رد کرده بود. اما واقعیت این است که رازق یک فرد پیچیده بود. نه کاملاً قهرمان، نه کاملاً شرور. او مردی بود که در جنگ بزرگ شده بود. مردی که پدرش را در دوران کودکی از دست داده بود. مردی که تنها یک چیز را می‌فهمید: قدرت. بعد از مرگ رازق، همه می‌ترسیدند که قندهار بی‌ثبات شود. تجربه اروزگان نشان داده بود که وقتی یک فرد قدرتمند کشته می‌شود، منطقه به هرج و مرج فرو می‌رود. اما چیز عجیبی اتفاق افتاد. قندهار نسبتاً آرام ماند. چرا؟ چون رازق فقط یک فرد نبود. او یک سیستم ساخته بود. شبکه‌های اطلاعاتی، نیروهای وفادار و روابط قومی قوی. اما چیزی تغییر کرد. افغانستان یک اسطوره را از دست داد. رازق نماد مقاومت بود.
نماد این که میتوان با طالبان و پاکستان جنگید و برنده شد و وقتی او کشته شد این نماد هم مرد. این بود داستان ژنرال رازق، مردی که طالبان و پاکستان از او میترسیدند و مردی که تا آخرین نفسش جنگید. آیا او یک قهرمان بود یا یک جنایتکار؟ شما چه فکر؟ نه با هم دیدیم. اگه از این ویدیو خوشتان آمد سابسکرایب کنه و زنگوله رو فشار بدیم. یادتان نره ویدیو رو لایک کنه. شما رو به خدای کریم و رحیم سپرده. خدا حافظ.